العظیم دل من به او جوان افغانی که امروز افغانستان را به خاطر ناامنی و بدبختی و بیکاری ترک کرده و امروز در کشورهای بیگانه سرگردان میگردد، والله میسوزد. زنگ میزنن جوانها، میگه ما ترک شدیم، به هر جا میریم ما را دور میکنن. کسی که سر و صاحب به کشور خود نداشت او به ممالک دیگر ارزش پیدا میکند. به هر جا بریم رانده میشویم. جوان افغانی ما این طوری هست. به این جوانی که خانواده را از دست داده، تکه تکه و متفرق شده خانوادهش، والله دل انسان میسوزد. آواره شدیم، والله العظیم، مثل که ماهی نیاز به آب دارد. این ملتی که جوانان خود با خاک و خون یکسان میکنن و جوانانشان تکه تکه میشوند، به خدا به همو اندازه نیازمند صلح هستیم، به همو اندازه نیاز داریم در کشور آرامی و آرامش بیاید. جوان افغانی چرا سرگردان بگردد؟ چون سر و رهبر نداشتیم، کسی که درد ما را توجه کند نداشتیم. این طوری خار میگردیم. چرا جوانان ما خاک خود را رها بکنن؟ چرا برن به کشورهای بیگانه ترد شوند، رد مرز شوند، شهید شوند، تکه تکه شوند؟ به خاطر که در افغانستان امنیت نداشتیم، صلح نداشتیم، آرامی نداشتیم، نداریم.